سلام دوستان، این آقای افشین گردونیه، صاحب کمپانی نگاه هست که ارگانیزیشنیه که مجله نگاه رو داره، تلویزیون نگاه رو داره، پابلیکیشن نگاه رو داره. خواستم این مغازه‌ش رو نشون بدم. اینتنشن آقای افشین اینجا بوده که اینجا رو به عنوان مثل پاتوق کنه، هم دوستان بیان خرید کنن، هم اینجا بیان چایی بخورن و چیزای کوچولویی بخرن. حالا شما تو اورنج کانتی بودین، اینجوری با اورنج کانتی بودین، دراپ بای این مغازه رو ببینین. تا ساعت 10 شب هم بازه معمولا و مشتریای خودشو داره. هیچ مشتریاش هم دارن زیاد میشن. حالا بهتون دارم مغازه رو نشون میدم. مثلا میخوام الان من امروز گردو بگیرم و چایی گرفتم من امروز، ولی جای خوبیه، خیلی کوزیه. حالا آدرسش هم براتون پست میکنم. بعدش هم اوورال خواستم مغازه رو بهتون نشون بدم. very unique, very pleasant. وقتی آدم میاد اینجا روحش هم باز میشه به جز خرید. anyway, be your judge. آدرسش هم براتون پست میکنم. مرسی.